جان ما شما را وقتی که در آمدیم نشناختیم ایمیجتون را دیگر کردید به نظرم. بله چالکا بریدم خودم با یک روز ایستادم در آینه نگاه کردم گفتم میخوام دیگه شم چیکار کنم رفتم سالن در آرایشگاه وای کردم گفتم که من میخوام چالکا برید گفتن نمیر نگار در کار نیست گفتم نه برین بعد گرفتن بریدن لیکن جرئت نکردم که در سیامک‌های سال نوی با همین چالکا برایم لیکن بار اول در همین اینترویو شما من خیلی زیبا است. تشکر. مثل ما دیگران رو به نظرم شما نمیشناسند. بله امینش خوب است که قشنگ را میپوشاند من هیچ کس نمیشناسد شناختنم قیمت است. خب تا جای ما میدونیم امسال برایتان خیلی سال خوب بود چون بله. دومین کنسرت اکادمی شما برگزار شد و اینم در روزی زاد روزتان. خب تردد چگونه بود و چگونه به تب دلتان گذشت کنسرت؟ البته من باور نداشتم که قدر آدم زیاد میشود هواداران این ژانر اکادمی زیاد هستند من اون قدر باور نداشتم لیکن در کنسرت هم جای نشستم من نبود من بسیار خوشحال شدم و خوب هم گذشت. بله میتونید مثلا اون آهنگی که در تور خیلی خوش استقبال شد از جانب تماشابینان تیکایش را برای ما زمزمه کنید. یک آریتا از موزارت میخونم. Voi che sapete che cosa è amor, dove vedete silo nel cor, dove vedete silo nel cor. آفرین. سلامت باشید. ملیگار جان اصلا تا جای ما میشنویم میبینیم شما واقعا با زبان‌های مختلف آهنگ میخونید. تو امروز با چند زبان خوندید و تا کجا مشکل نیست برای شما مثلا با عمق همون سرودهایی که شما میخونید با همون زبان فرو رفتن؟ البته که خیلی گفتم هر یک کار مشکلی دارد و نوسکی خودش را دارد و من بسیار تمرین میکنم هر یک نقطه به ورگلیون چی میگن همون تکست رو اهمیت میدیم و آزیر باشد یک ترانه‌بارانی نو تیار آماده ساخته شدم و به نزدیکی باید آماده شود همون رو با 6 زبان است و در آنجا ما زبان‌ها را عوض کردیم زبان پشتوگی می شود عربی می شود هندوگی می شود ازبکی می شود و در آخر تاجیکی. من میخواهم که استعداد خودم را نشان دهم که من قابلیت دارم و بعدا مثال برای آدمان خارجی هم بسیار جالب است که مثال یک دختر تاجیک با زبانهای آنها سرود میخواند این بردی زیاد است برای ما. سالی که می آید چی نقشه ها دارید؟ شاید یکان دوگانه آهنگ دوگانه میخواید به یکان اجرا کنید؟ چرا دوگانه؟ چون که معمول شده استاده هستم نگفتم. من راستیگه دوگانه ندارم که درباره دوگانه میخونم لیکن خودم به نزدیکی یک سرود درباره غریبای از وطن دور آماده ساختم خدا خواهد روزهای نزدیک با کلیپش میبراید. اون آهنگی که شما خواندید با چیش فرق میکند؟ اگر خواهید من چرا بیسرش رو زمزمه میکنم. سنگایی سری ناور سیل آورده تقدیر غریبی را دلیل آورده ای ملکی غریب دادری را دوری ما ای میوه سنجید هم میل آورده
ایدا دری ما الهی زود برگردد کاش خاک بگیره روی کفش زرگردد. هم کل سرودش. تشکر زیاد، واقعا فرق کننده هست با آواز شما سرودن میشه. تشکر. چسبش دیگر داره. چی تمنیات داره در سال نو برای هوادارانتون؟ چی تمنا میتونم کردم؟ من آرزو دارم که همیشه در خونه‌شون خوشبختی باشد، نان باشد، سرود باشد، صلح و امانی پایدار باشد. بگذار همیشه خوشبخت باشن، خندان باشن. همین چی آرزویی که در دل دارن در همین سال نو میلادی جامعه عمل باشد و همیشه کارهایشون برقرار باشد. سال نو مبارک میلاد. سال نو مبارک. تشکر زیاد. گشتم و گشتم و گشتم و گشتم مثل تو ندیدم، رفتم و رفتم و رفتم و رفتم اما نرسیدم. آخی